закота аз рӯи нуқра доданам мешавад агар ҷоиз бошад агар фарқаш тилло киди 83 грамм нашад اگر نقره خودش باشد انساننده ویند میتید اما نه حاضر مثلا برای که ما یعنی امروزه مثلا یعنی به لجنه فتاواها مثلا و حتی مثلا روی مثلا اقتصادی علمای اقتصاد میگن که امروزه ما هم معامله ما که یعنی هم مثلا ریال دلار سومون روبل اینا معنای طلای میتید معنای طلای میتید یعنی برای که هر دولت برای همین سوم گرفتن همین چی میکند یعنی همین مثلا بانک مرکزی عالمی به همین قدر چی میموند معیار به طلا میموند همین طلا تو نگشته چند تن طلا مونید همین قدر اینا به چشما به چی میتید یعنی رخصت میتید که پول برار گفته یعنی همین والوتایی که میبراریم عمله‌ای که میبراریم دولت ها میبرارد همین چی میکند یعنی همین طلای وزنش به نگشته میتید فهمیدید همین به یعنی امروزه ماهای مثلا از همین جهت از همین بعد از همین چیزای بحث کردن علما ها مثلا لجنه کبار علما و هیئت کبار علما و یعنی این ازهر و یعنی فتاوای قطاعیات علمای کویت دیگر علما ها و كذلك علمای مجمع فقه الاسلامی تابع رابطه علم اسلامی هم میگن چه به اتفاق کردن که یعنی این چیز چه به نگاه میکنه طلا فهمیدن ما چه میکنیم یعنی طلا یعنی شما در حاضر مثلا همین دلارتون باشه دلار چی بمیزنید طلا بمیزنید و طلای میشه چی گفتیم یعنی گفتیم که 20 مثقال ما گفتیم همین 86 87 گرم طلا میشد